رعایت کنند تا دیگر خونریزی تکرار نشود. این نشست دوستانه پس از 2 هفته تیرپرانی در مرز صورت گرفت. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در چند سال اخیر صحنه جنگ و خونریزی ها برای زمین، آب و چراگاه شده است. مقامات و ساکنان بارها برای پیشگیری از این حادثه ها گرد هم آمده و سر دسترخوان نشستند. اما آیا تا کجا این میتواند راه حل باشد؟ فرزان محمدی گزارش میدهد. چند از کاربران رادیو آزادی با فرستادن عکس‌ها خبر دادند که شام 27 اپریل بیشتر از 50 نفر نمایندگان ناحیه‌های مرزی باباجان غفور و لیلک در جماعت آوچی قلعه جمع آمدند. دلارام ترسونزاده معاون رئیس ناحیه در تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت جانب تاجیکستان برای تحکیم دوستی و روابط خوب همسایه‌داری صورت گرفت. بعد حادثه تیرپرانی شام 12 اپریل در حدود این ناحیه‌های مرزی که از جانب تاجیکستان یک کشته و از دو طرف چندین زخمی بر جای گذاشت، این نخستین دیدار و ملاقات دوستانه است. شام 26 اپریل هم در جماعت چارکوی اسفره با اشتراک تقریبا 100 نفر از باشندگان ناحیه بادکند و اسفره معرکه افطارکنی مرزی دایر گردیده است. در نهاری که کاربران رادیو آزادی فرستادند دیده می‌شود که در آن نمایندگان مقامات شهر اسفره و رئیسان جماعت دهات نیز اشتراک دارند. محمد جان محیدین زاده معاون رئیس شهر اسفره که در آن واخری با نمایندگی از حکومت شهر شرکت ورزیده است گفت این دسترخوان با تشبث جانب تاجیکستان و پیشنهاد شخصان روزگار دیده دهه‌های مرزی آراسته شد. در این نشست چندی از رئیسان جماعت‌های بادکند و مستفیدان و فعالان قرقیز حضور داشتند. قرار است قرقیزها نیز جانب تاجیکستان را به منطقه خود دعوت کنند. چنین محفل‌های دوستانه و همنشینی‌های گرم سر دسترخوان آش بار اول نیست که میان نمایندگان دو سرحد برپا می‌شود، ولی بعد یک مدت آرامی و ثبات ناگهان حادثه‌های نوی رخ می‌دهد. برخی تحلیلگران میگویند تا زمانی پرره حل نشدن مسئله علامتگذاری مرز، روی دادن همه گونه حادثه‌ها امکان پذیر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در اوکراین که بیشتر از 2 ماه باز جنگ ادامه دارد، در کشتزار و اطراف دهات و شهر مینه و نریت‌های زیادی ناترکیده باقی مانده است. ترکش‌های مرگبار در میدان‌های مینکارو شده هم بیشتر شده است. اکثر قربانیان جنگلبان‌ها و کشاورزان هستند. تلاش برای بی‌ضرر کردن این مهمات جنگی از سوی مینه‌روبان اوکراینی ادامه دارد. گزارشی را در این باره شهلای گلخوجه پیشنهاد می‌کند. این جنگل در نزدیکی کییو واقع است. در آنجا پنهانگاهی نظامیان روس بود. آنها به اینجا برای تیرپرانی برآمده سپس به جنگل برگشته پنهان می شدند. مینه‌روب‌های اوکراینی این میدانها را پاککاری دارند. دشمن مینه‌های ضد تانکی را به کار برد. در اینجا باتری ضد موشکی موجود بود. بنابراین آنها جبهه‌های خود را با مینه‌های ضد تانکی پوشاندند. مینه‌های ضد تانکی را که در نتیجه وزن زیاد می‌ترکند، همکاران الکساندر جستجو دارند. خود او که رهبری گروه را بر عهده دارد، در صف پیش مینه‌های ضد پیاده‌گرد را می‌جوید. این کاری آنها است. آنها هر سانتیمتری زمین را از نظر می‌گذرانند. شما خوب می‌دانید که مینروب یک بار اشتباه می‌کند. ما را کسی سراسیمه نمی‌کند. از این سبب ما احتیاطکارانه کار می‌کنیم. در زمین‌های کشاورزی پاککاری نموده سلاح روسی اوراگان و سمیرچ بی‌ضرر کرده شده است. یکی از ساکنان این منطقه که در همسایگی زندگی می‌کند میگوید آنها به غیر از آن که ما ارتش آزادی خواهیم قریب چیزی نگفتند. نظامیان روس و بوریت‌ها بودند. آنها به خانه‌های ما در آمدند و همه چیزی در آن را شکستند و مال ارزشمند را با عربه‌ها بردند. وحشتناک بود. خدا را شکر که رفتند. Дуже страшно було, тяжко. Ну, слава Богу, уїхали. این بمب نظارت نشونده است که با نام فاب معروف می باشد. روسیه برای ویران کردن شهر و دهات ما از این گونه بمب ها منتظم استفاده می برد. اگر شما به شهر برادینکا روید، بینای نو آشیانه استقامتی را می بینید که توسط همین بمب تخریب شده است. Сюда вставляется ключ, взводится и нажимается кнопка. دوربین در مسافت تقریباً 500 متر از بمبی که باید نابود گردد گذاشته می شود. نواربردار کوشش می کند که دوربین را درست کند تا در وقت ترکیش نیفتد.
бомбаҳои ҳавоӣ ва дигар муҳимоти нотаркидаи ҷангиро ба навбат нобуд мекунанд. мо лавозимоти зиёди ҳарбиро пайдо мекунем. раҳбари гурӯҳи безараргардонии минаҳо мегӯяд, ки ҳамарӯза беш аз 100 адад меёбанд. минаробҳои украинӣ мегӯянд, ки поксозии минаҳо метавонад вақти бештареро талаб кунад. дар вилояти Житомир ҳамагӣ 30% минтақа тоза карда шудааст, вале бисёр майдонҳо боқӣ мондаанд. бинобар ин аз сокинон хоста шудааст, ки феълан дар ҷангал сайру гашт накунанд. барномаро пай мегирем. ширкати эътиборсанҷии молии Moody's мегӯяд нишондодҳои иқтисодии Тоҷикистон арзёбӣ дорад, ки имсол чӣ гуна мешавад иқтисоди кишвар рушд кунад ва ё таҳти таъсири ҷанги Украина ва иқтисоди зери фишори Русия аз пешрафтҳои пешинааш мемонад. ҳамкори мо Тоҳири Сафар дар бораи ин нишондодҳо ва ояндаи иқтисоди Тоҷикистон бо Каримҷон Аҳмадов, муовини собиқи вазири иқтисод, суҳбат кард ва нахуст аз ӯ пурсид, ки мушкилоти иқтисодӣ дар Русия ба Тоҷикистон чӣ таъсир мерасонад. Первое, что можно сказать, это Таджикистан ключевой партнер в торговле. اولین چیزی که میتوان گفت این است که تاجیکستان یک شریک مهم تجارتی روسیه است. 3% تجارت تاجیکستان با روسیه است. مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشوند از جهت اقتصادی مهمند، از جمله مواد سوخت، فلزات سیاه، ماده های کیمیاوی و غیره. از این جهت آنچه که در روسیه رخ میدهد عین آن را مثل آینه در تاجیکستان میبینید. حالا اعتبار قرضگیری روسیه پایین‌تر از تاجیکستان است و همه نشاندهنده‌های اقتصادی روسیه فرو می‌روند. 95% پولی که از روسیه به تاجیکستان انتقال داده می‌شود روبل است و بر اساس بعضی از مؤسسه‌های مالی به مثل بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی و دیگران انتظار می‌رود حجم انتقال پول به تاجیکستان 2 برابر کم شود. Ожидается, что объем перевода денежных средств из России в Таджикистан сократится в 2 раза. суоли дигар аз Каримҷон Аҳмедов ин буд, ки имсол дар воқеъ аҳволи иқтисоди Тоҷикистон чӣ гуна мешавад? Я просмотрел перед нашим разговором. پیش از صحبت با شما ارزیابی‌های مؤسسه‌های با نفوذ مالی و بانک‌های کلیدی را دیدم. می توانم بگم که این پیشبینی‌ها بسیار پیچیده هستند، زیرا افزای سیاسی قابل پیشبینی نیست. ما می‌بینیم که چگونه مناسبت‌ها در رابطه با اوکراین و روسیه تغییر می‌یابند. چه اتفاقاتی در پردنیستروی رخ می‌دهند. با وجود این می‌توان انتظار داشت که میزان مجموعی تولیدات داخلی از 2.5 یا 3% بالا نخواهد رفت. تورم 2 برابر زیاد می‌شود. به فکر من به سطح 15 یا 16% می‌رسد. мусоҳибаи комил бо Каримҷон Аҳмедов ба зудӣ дар вебсайти радиои Озодӣ ва саҳифаи мо дар Фейсбук ва ҳамин канали Озодӣ видео дар YouTube нашр мешавад. ҳукумати амрико тасмим гирифтааст барои мубориза бо бемории COVID-19 дастрасии аҳолӣ ба дорои Пакславидро васеътар кунад. дорои мазкур шиддати бемориро кам карда ва зарурати бистарӣ кардани беморро ба миён намеорад. эълони ҳукумати амрико дар бораи Пакславид дар рӯзе ки ташхис нишон додааст, Камола Ҳаррис, муовини президенти амрико, ҳам ба коронавирус сироят кард, эълон шуд. Каюмарси Атто гузориш медиҳад. یک هفته پیش از گرفتاری به کرونا کامالا هریس در مراسم عید پاکی مسیحیان در کاخ سفید اشتراک کرد. مراسم در بیرون با حضور 30,000 نفر از جمله کودکان گذشت. کاخ سفید میگوید از آن روز هریس با پرزیدنت جو بایدن و همسر او تماسی نزدیک نداشت. یک شکل منتظمی تشخیص است. از نایب پرزیدنت نیز تشخیص گرفته شد. همه ما هر کسی که همراه پرزیدنت است و با او سفر میکند از تشخیص میگذرد. نتیجه تشخیص کامالا هریس در روز اعلان شد که کاخ سفید گفت برای مبارزه با بیماری کووید 19 تولید داروی پاکسلووید شرکت فایزر بیشتر کرده شود. ما می‌خواهیم که درد و شدت بیماری کم کرده شود. ما می‌خواهیم که مرگ و میر کم شود. در آغاز همین هفته دادگاه فدرالی لوئیزیانا خلاصه داد که قرار 42 یا یک محدودیت عهد کرونا در آمریکا بیکار کردن نشود. بایدن می‌خواست این محدودیت را بردارد. قرار 42 از دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ است که در اوج خروج کرونا قبول شد و هدفش بازگرداندن مهاجران از مرز به مکزیک و کشورهای خودشان است.
این اقدام را ایالت‌های جمهوری‌خواه به مثل میسوری و تگزاس استقبال کردند. آنها پایفشاری داشتند که مأموریت بایدن پناهجویان را از مرز مکزیک به کشور راه ندهد. این یک پیروزی بزرگی است برای تامین امنیت در مرز و ولایت قانون. بعضی از جمهوری خواهان از قرار 42 همچون یک خرطه مهم سیاسی استفاده کردند. تاکید می شود که اگر مأموریت باور دارد که کووید 19 دیگر برای مرز مشکل نیست، کنگره نباید طرح 5 میلیارد دلاری را که برای مبارزه با پاندمی و واکسن زنی در جهان درخواست شده است تصدیق کند. کلوب سیومین شهر کلون تاجیکستان با 230,000 اهالی یک سالبازی دارای راهسازی ندارد. نبود نهادی که راهها را نگاهوبین میکند برخی از راننده ها را مجبور کرده است ماشین را یکسو گذارند و راهها را تعمیر و هموار کنند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. اینها راهساز نیستند. رانندگان یک خط سیر شهری کلوبند. شبانگه برای ماشین‌های خود با بیتون راه‌های کنده را پر می‌کنند. شکایت دارند که مسئولین در کلوب برای بازسازی راه‌های محلی کم توجه می‌کنند. این کم توجهی به گفته راننده‌ها آنها را مجبور کرده است تا خود دست به کار شوند. یک سال می شود که شهر کلوب اداره راهسازی ندارد. قادر ولیزاده شهرداری سابق اداره راهسازی را با سبب نداشتن تکنیکای ضروری برهم داده بود. با تعیین شدن بختیار نظرزاده به حیث شهردار تاکنون این اداره برقرار نشده است. در اداره راههای منطقه کلوب گفتند که ناحیه‌های منطقه برای بازسازی راههای محلی مبلغ جدا کرده بودند، اما در کلوب برای بازسازی راهها مبلغ جدا نشده بوده است. بغیر از شهر کلوب برای نگهداری راهها امسال در مبلغ جداگی نشده، دیگر ناحیه‌ها با قدر امکان جدا کرده. این است احوال راهها در مرکز شهر. اکثر راههای شهر تعمیر طلب شده اند، ولی برای تعمیر راه مبلغ اصلا نیست. این هم یکی از راههای محلی شهر است که تا چند متری آن اسفالت شده باقی مانده به حالت ویرانه مانده است. محله‌ای که با راههای ویرانه‌اش حدود 500 متر از بینای شهرداری دوری دارد. راه دیگری که تا نیم منفر شده است در نزد سابق قرارگاه پرزیدنت است. بختیار نظرزاده بعد تعیین شدنش به حیث شهردار به ساختن یک راه آلترناتیوی شروع کرد. این راه به کوچه چرمگرانی کلوب می‌گذرد. از همان روز مسئولین شهرداری در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های دولتی به تبلیغ آن مشغولند. شهرداری هم در نشست خبری زمستانش از ساختن این راه در هر پاسخش گشته و برگشته نقل می‌کرد. با خلاصه ما که اومدیم که همه کوچه چرمگرای پایان همین رو ما یک روی آلترناتیوی کشویم. با این گزارش برنامه را به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام دسترس کنید. خوش و خوب و کامگار باشید. خدا نگهدار.